سلام بچه‌ها خیلی خوش اومدین با یه ویدیوی خفن دیگه. ویدیو دوم محمود. بله دوباره مجدداً مهمان ویژه اومدن. محمود خیلی خوش اومدی. خب خیلی خوش اومدی. مسابقه امروز اگه محمود خیلی دیگه سوبرترین من گفتم باید برنامه سیاسی با من اجرا خب بازی از این قراره که هدفونو بازیکنی که قراره اجرا بکنه، در اصل اجرا کننده نداریم، بیشتر شنونده داریم. بازی حالت بهش میگن صدا بازی. یکی از بازیکن‌ها هدفونو میذاره تو گوشش، طرف مقابل باید یک کلمه رو براش بخونه، یعنی حالت لبخونی طور، جوری که نشنوه صداشو و فقط از طریق لبخونی بتونه اون کلمه رو حدس بزنه. حالا اسمشو میتونیم لبخونی هم بذاریم، ولی اون طرفی که حدس میزنه امتیاز میگیره. متوجه شدی؟ آره. حالا تایمش هم با هم دیگه هماهنگ می‌کنی، ببینیم چند ثانیه میشه. فقط قرعه کشی هم بکنیم. که کی شروع کننده باشه. آره. اون دوتا هم داری هست دیگه. اون دوتا هم که از هفته پیش مونده. خب بریم آقا، برای کسی که نفر اول بریم واسه گوشی رو میذاری رو گوشش من میذاره. داوطلب میشم، نیازی هم نیست. داوطلب میشیم ولی میکشیم. خب بریم یه دونه دیگه. یکی دیگه بریم که کی برداره. 3 2 1 منم دوباره. از هفته پیش دوباره من. بوش میاد منم. محمود ای دوباره از هفته پیش. خب چی میخوای محمود الان؟ اشیا میخوایم بگیم. با اشیا اشیاء امتیازی 4 2 4 6 فقط بلا نکنید لب کنید. آروم. خیلی موضوع چی بود؟ خود میتونی انتخاب کنی. موضوع هم میخوای انتخاب کنی. موضوع اشیاء عمومی، مشاهیر، ورزشی، خوراکی میخوای بری؟ نه همه خودت میدونی. خوراکی 6 امتیازی. همه اشیا. اشیاء 6 امتیازی. همه 6 برین دیگه به نظر. آره. اشیاء 6. بعد ببینم الان محمود اشیا 6 بره. اینو چیز کردیم ما واسه. همه الان محمود 6 بره ما نمیتونیم اشیا 6 چرا؟ بره. شما برای خودتون میتونیم میتونید هر کسی دیگه. میتونه. آره. خب 3 2 خب بریم الان شروع. خب من میام دیگه. بشکه نفت، همزن برقی، آفتابه دستشویی، کمد دیواری قهوه‌ای، داش بعدی برو بعدی. خونه کم نه اونو نه. بلش کن داشت این بد نه. اوه این هم بده. کیف مدارک، همون برای خودش. جاظرفچی، جاسویچی، جاظرفی. باری کلا محمود دست به نظر چند امتیاز کسب کردی محمود؟ از چند امتیاز بگم؟ از چند تا شده مهم نیست. یه امتیاز بگم. من بدونم چند بگم. یه چرا هوا بگو. 20 تا مثلا. از 20 تا بگم؟ از 20 تا بگو. 20 تا 18 تا. خب 20 تا 36 امتیاز. چند تا نگفتم؟ معلوم نیست. خب بعدی کیه؟ بعدی منم. آره. بعدی منم. من بدم. خب چی میخوای من؟ اما اشیا میخوای؟ نه اشیا 6 میخوام. عوض کنی. جون من حیوان بدین. حیوان برو. خب عدالت برقرار نمیشه. بعد سخت‌تر باشه. خب محمود اولی تو میری؟ برم بزنم موزیکو. بزن. اضافی اشتا اژدهای
طلایی پس نشنوی ها. دوزیست دوزی روزینم شامپانزه ماد ولش کن برو پروانه رنگی صدف دریایی اردنگی صدف چی؟ اردنگی بزن نمیدونم ولش کن یا علی روزی دوزی رو بو تی ته توزی توتی جان منه روشنا نمیدونم جانا جنج جاگیو شفا بابا به خدا من نمیدونم چی داری میگی جانوره یه جانور نه نگو دیگه محمود با ابیه نمیدونم برو بعدی ولش کن تمام هرچی بابا توزی چیه بریم خب من چی بگم چی میخوای بگو خوراکی بریم. خوراکی که رفت خوراکی محمود رفت نه میتونی بری هرچی بری اشیا رفتیم و حیوان رفتیم دیگه چی داره ببینم ورزشی بهترینش خوراکی هم میتونی بری خوراکی شیش اولی شما میرم برو پلی باقلوا شربت نمیدونم یکی دیگه جواب تومه لقمه مرغ تخم مرغ تخم مرغ سرخ کرده دو زرده شربت کشک و قرقرود کشک قرقرود آب مدنی دماوند شیرینی شربت آب لیمو تموم باریکلا تو خوشگل منی 42 36 12 42 حریف میطلبم آقا چه رقابتی بود نیما برد اول شد نیما 42 محمود 36 منم که 12 چند تا دو تا جواب داده 2 تا از 80 خیلی عالی بازنده بعد چی بده شام بده ای بابا نگفته بودی الان تعیین ای بابا الان تعیین می‌کنی نه بچه‌ها نکته کسی که این بازی فقط یه برنده داره و 2 بازنده و شما هم باید شریک باشید تو این خودت گفتی مرسی که ویدیو رو تا تماشا کردید مرسی از همگی کامنت و زنگوله یادتون نره اینجوری که دستوی زنگوله بذاره اینجا زنگوله اینجاست اینجوری میتونی بزنی من برم آره رفت بله مرسی بچه‌ها برنامه رو دیدی تا یه برنامه دیگه خدافظ خیلی خوب بود بچه‌ها آدم دیگه عالی